میدونید الان یه جوری شده اینقدر سن ازدواج رفته بالا، دختر پسرها تقریبا تو اون دنیا به هم میرسن. این اوضاع عجب غریبیه. پسر انقدر دیر رفته خواستگاری، تو مراسم خواستگاری دیده مادر زنش قبلا تو دختر خودش بوده. ببین چقدر این زمان و پروسه طول کشیده. میدونید که تو بحث ازدواج پسرها چند دسته هستن. یه عده هستن خیلی خوش قیافن، پول نداره، اخلاق هم نداره. خب با قیافه خالی که آدم نمیتونه زندگی. بعضیاشون پول دارن قیافه ندارن، له قیافه هستن. میگه خب من با این چهره چطور یه عمر زندگی کنم؟ الانش اینه، میخواد 20 سال دیگه چی بشه؟ با کاردک باید جمعش کنی. یارو میبینی پول داره، قیافه هم داره، اخلاق نداره. سگ اخلاق اصلا نمیشه باید. یکی هم میبینی پول داره، قیافه هم داره، اخلاق هم داره، قصد ازدواج نداره. بدبختی این از همین موارد بعدی